سوال اول: آیا در جمهوری تاجیکستان پتروگلیف ها یافت شدند و از کجا؟ بله، در جمهوری تاجیکستان پتروگلیف ها یافت شدند. اساسا در مغاک شاخته‌ای پامیر پتروگلیف ها یافت شدند. پتروگلیف ها به همون دوره قدیم تعلق دارد و آن در بلندی 4100 متر از سطح بحر آدم با نقاب پرنده می‌رقصد و در 50 محل دیگر در همون جنوب در پامیر باز همون پتروگلیف های یافت شدند که به دوره همون عصر سنگ تعلق دارد و پتروگلیف این خودش تصویرهای روی سنگ میباشد. آیید به دولت باختر قدیم معلومات دهید. باختر قدیم یکی از دولت‌های در قدیمه تاجیکان این دولت باختر قدیم می باشد و به عصرهای 9-6 پیش از میلاد تعلق دارد و دولتی خیلی بزرگ می باشد و ساحل‌های بحر امودریا را تشکیل می دهد و موافق گفته ارادات باشد در ساحل‌های بحر ارسک جایگیر می باشد و پایتختش شهر کیات می باشد و دولت باختر قدیم باختر قدیم هم در عصرهای 9-6 تشکیل می یابد و دولتی سوغد میگویند. سوغد هم حدوداً در اختیار همون دولت داخل می شد و وادی های زرافشان، قشقدریا ساحل های بحر ارل را در بر می گرفت. محترم خیرالله، پایتخت شهرش زرینست بود که مساحتش 100 گز زمین را تشکیل میداد. سوال: آیید به دولت باختر قدیم معلومات دهید. شما میلش حدودش را معین کنید. یعنی حدود باختر قدیم، در حدود باختر قدیم امروز کدام دولت ها، کدام قسمت های دولت ها جای دارن؟ اول همین معین کرده میتوانید شما در کجا جای گرفته بود باختر قدیم؟ در امروز پایتختش کجا بود؟ پایتختش شهر بلخ به حساب می رفت. بلخ قدیمه به حساب می رفت. مساحتش 100 هکتار زمین رو تشکیل میداد و امروزه باشد در حدود جنوب تاجیکستان، شمال افغانستان و جنوب ازبکستان رو در بر میگیرد. در دولت باختر قدیم کدام سلاله حکمرانی میکرد؟ سکایی ها حکمرانی میکردند. سکایی های تیرهود. وقتی که امو دارا با آنها حمله میکند سال 519-18 آنها قبل از شاهنشاهی هخامنشی در باختر کدام سلاله حکمرانی میکرد؟ سلاله آریایی های تاجیکا حکمرانی میکردند. چی نام داشتن؟ همین سوالی استاد به دوام برای اینکه شما به روشنی ازیم، همین کدام سلاله طبق معلومات مثلا شاهنامه در همین باختر قدیم حکمرانی میکرد؟ این شاهنامه و آمدگی دولتی کیانیان باشد. ابو مسلم چی کارنمایی کرده است؟ فرزند فرزانه خلق تاجیک ابو مسلم 7 یونی سال 747 بر مقابل بیدادگری همون سلاله حکمرانی عرب ها امویان در آن زمان مروان دو حکمرانی میکرد. از سال 744 تا 750 حکمرانی نموده است. بر ضد آنها پرچم سیاه را در خراسان میبردارد و در مقابل مقدار لشکر ابو مسلم در عموم 50,000 نفر را تشکیل میدهد و به مقابل همون مروان دو شورش میبردارد و سلاله امویان را از سر تخت پایین میفرارد و سلاله نو خلافت عرب عباسیان به سر تخت میآید و او همون ابو مسلم خراسانی در ذهن خود بسیار فکرها داشت، خصوصا همون در اثر قهرمان خلق تاجیک اسیان مقنع در اثر استاد عینی درباره همین شورش ابو مسلم گفته می شود که ابو مسلم میخواست که مستقلیت دولت تاجیکان را تشکیل کند، اما از آن سبب که سلاله عرب مشهوریتش عرب ها مشهوریتشان در تمام همون منطقه پنگ گردیده بود، او یک باره این کار را عملی کرده نمیتوانست و او میخواست که با آهسته آهسته با واسطه یک چند راه ها پخش کنه. اول میخواست که همون نمایندگان غیر حکمرانی که از سلاله امویان نبودند با آنها مشورت نموده همون آنها را به سر قدرت بیاند و همون خراسان و منطقه های تاجیک نشین را میخواست مستقل اعلان کنه و در
شورش شریک ابن شیخ که سال 751 همون سر میزند با همون تشبوس ابو مسلم سرلشکر خود زیاد ابن صالح را روان کرده شورش را پخش میکند و آبرو و نفوذ او در بین همون مردم و در خلافت عرب خیلی بلند میگردد و از آبرو و نفوذ او سلاله عباسیان را به سر تخت میارد و نخستین سلاله عباسیان هم بس وقت به سر تخت میاد او از آبرو از نفوذ ابو مسلم به هراس افتاده او را با 100 نفر از نزدیکانی که در گردش بودند به بغداد دعوت میکند گویا به زیارت خلیفه و هنگامی که او را به بغداد دعوت میکنند او از این قصد آگاه بود ولی نمیتوانست که همون دعوت خلیفه را رد کند. از همین خاطر او به قصر می‌دراید و 100 نفر همراهانی که در نزد قصر خلیفه منتظر بودند یک چند وقت منتظر میشوند و ابو مسلم را ناجوانمردانه خلیفه منصور به قتل میرساند و بعد از به قتل رساندن خلیفه منصور بعد از آن که ابو مسلم را به قتل میرساند فکر میکند که اگر ما همون قتل ابو مسلم را اعلان کنیم میتواند که همون نزدیکانی همون که همش سرلشکر بودند با لشکر جمع اومده به نزد با آنها ضربه سخت یک قطعی زنند. از همین حساب با آنها مال و ملک یا اینکه ثروت یا زمین های زیاد میدهند تا اینکه آنها خاموش ایستاده اما برای خودشان دوام دهند و بعد از اما ابو مسلم باز برای خونخواهی و شورش سیمباد مغ و اسیان مخنث سر میزند که اینها هم با مقابل عرب ها. تشکر. در دوره سامانیان احوال دهقانان چگونه بود و اهل مهنت بیشتر به چه کارها مشغول بودند؟ خصوصا هنگامی که دولت سامانیان به سر تخت میاد همون اساسگزارش این سامان خداد می باشد و اهل عالیه او به همون دولت را حکمرانی می نمایند و در دوران اسماعیل سامانی سالهای 892-907 اما دولت سامانیان به رشد و ترقی خود می رسد و علم و معارف خصوصا کشاورزی دهقانان کشاورزی رشد می نماید و در آنها اهل مهنت به کشاورزی مشغول بودند و باز در آنها ساختمان بیناها و مدرسه ها نیز رشد کرده بود و در همان دوره خصوصا در دوره اسماعیل سامانی نظر به نصر دو کمتر اهل مهنت کمتر به وضع آسودگی میرسند زیرا اسماعیل سامانی بسیارتر به اشراف زادگان اهمیت میداد چون که منفعت آنها به اسماعیل سامانی مهمتر بود و در دوره نصر دو باشد احوال مردم خیلی بهتر میگردد و کشاورزی هم نیز رشد و نمو میکند و انداز و خراج و بازود دیگر اندازها به طور عاقلانه ستاییده میشد و اهل مهنت نیز در دوره سامانیان میتواند زراعتکاری رشد میگرد در دوره سامانیان زراعتکاری رشد مینماید. خب اسماعیل سامانی در میان مردم با نام امیر عادل مشهور بود. شما گفتید که در دوره اسماعیل سامانی نسبت به دوره نصر دو احوال دهقانان بد بود. خصوصا در کتاب تاریخ خلق تاجیک 4 مؤلفه استاد اکادم باباجان غفور گفته است که در دوره اسماعیل سامانی مردم خیلی بهتر بود و اسماعیل سامانی با مردم خیلی سبکی آورد خصوصا در ساختمان دیوارهای بخارا که برداشت مردم یعنی عذاب خیلی وزبینه بود اون از حساب مردمی بیچاره ساخته میشد گرد و اطراف دیوارها برای محافظت کردن از بادیانشینان از حساب مردم ساخته میشد. در دوره اسماعیل سامانی همین کار از بین برداشته شد و اسماعیل سامانی خود گفته بود که من برای شما دیواری بخارا هستم و سال 893 بادیانشینان را با آنها هجوم قطعی زده اما هجوم آنها را از مملکت نیست می نماید. تشکر. در نیمه دوم عصر 14 و عصر 15 کدام شهرهای ورزرود رو به ترقی نهادند؟ عصر 14 و عصر 15
در دوره تیموریان خصوصا همون وقتی که هنگامی که سال 1370 تیموریلنگ به سر حاکمیت میاد او تمام شهرهای ماورالنهر و خراسان رو هنگامی که ضبط میکرد به خرابزار تبدیل میداد و هنرمندان و کارگران دهقانان آنها رو به شهر سمرقند و هرات میبرد و تمام بیناکاری و معماریایی که در دوران تیموریان ساخته میشدند در این دو شهر ساخته میشدند و دولت تیموریان نیز به دو قسمت جدا میشد. خراسان و ماورالنهر، اما پایتخت خراسان شهر هرات بود و ماورالنهر باشد شهر سمرقند. در همین دوره فقط دو شهر تنها با آبادی به همتای خود میرسند و از تمام گوشه و کناری که تیموریلنگ ضبط کرده بود همه هنرمندان و نقاشان و بیناکارانی بیناکارانی که در معماری همتا نداشتند آورده در همون سمرقند و بخارا بیناهای زیبا و با حشمت، خصوصا بیناهای مدرسه بیبی خانم سال 1399 1404 ساخته می شود. مدرسه گوهرشاد در هرات ساخته می شود. مدرسه رصدخانه اولوغبک ساخته می شود و باز بسیار همون معماران هنرهای معماری و نقاشی در آن دوره همون ساخته می شود که از همون آبادی و زیبایی شهرهای هرات و سمرقند گواهی می دهند. من میخواستم شما نامبر کنید همون معماران مشهور دوره تیموریان را. در انیمه ساختن چند مقبره که نامبر کرده یادگارهای معماری کدام همون وقتان معمار بناکار معماران مشهور بودند نامبر که میتونید یک 3-4 نفرشون نامبر کنید؟ استاد میرک منشی، میرعلی هیروی، سعیفی هیروی، در زمان عبدالعزیز خان در کجا شورش رخ داد؟ شما اول با ما فهمانید که این عبدالعزیز خان خانی کدام سلاله بود، کدام ساله حکمرانی کرده است و درباره‌اش بعداً شورش ها. عبدالعزیز خان در زمان حکمرانی جانیان اشترخانیان سال 1599 تا سال 1747 اشترخانی حکمرانی نموده است و در زمان حکمرانی اینها یک چند شاه‌ها با جانی بیگ سلطان، امام قلی خان، نادر محمد خان، عبدالعزیز خان سالهای 1645 1680 حکمرانی نموده است و بعد از آن عبیدالله خان و سبحانی قلی خان، عبیدالله خان و ابوالفیض خان حکمرانی نموده است و در زمان حکمرانی او شورش‌های خلقی خصوصا در سمرقند سر میزند و باز در شهر بخارا شورش خلقی سر میزند. او به مردم جبر و ظلم مینماید، مردم هم از جبر و ظلم او به داد آمده از او با مقابل او شورش میبردارند، اما شورشی که به مقابل او برداشته میشد به طور وحشیانه از طرف عبدالعزیز خان پخش کرده میشود. درباره تعقیبات سیاسی سالهای 30 چی میدانید؟ تعقیبات سیاسی یعنی در حدود اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی SSR. بله، در اتحاد شوروی در سالهای 30 تعقیبات سیاسی از پشتی همه خادمان نمایندگان دولتی خصوصا همه خادمان نمایندگانی که در حزب کمونیستی حکمران بودند سر میزند. تعقیب کنندگان این نمایندگان دولتی بودند و تعقیب شدگان این مردم یعنی اهالی بودند و آن از طرف ترویکا عملی میشد. ترویکا یک حزب و سازمان بود که در سالهای 30 همو برای کافته یافتن خیانتکاران از داخل دولت و با آنها جزاهای گوناگون قتل، بدرقه، کشتار و دیگر جزاها را داده میشده و ترویکا نه همه آن کسانی که ترویکا همو گناهگار برآورد گناهگار در حقیقت گناهگار بودند، خصوصا خادمان همو تاجیک نصرت الله مخزوم، شیرین شاه تیمور، عبدالرحیم حاجیبای و دیگر شخصانی که همو چینار امام و دیگر شخصانی که خادمان نمایندگان دولتی بزرگ بودند و در سهم تاجیکستان در تشکیل تاجیکستان سهم ارزنده گذاشته بودند بر دروغ به قتل رسانیده شدند و سال 1958 کلیگه سود عالی SSR آنها دلیل پرونده آنها را از سر نو تفتیش کرد و بیگناهی آن را اثبات کرد و تعقیبات سالهای 30 همون چنین شکل تعقیبات باشد که همون برای در اصل برای کافته یافتن همون دشمنان نبود، چون که یک چند نفرانی که آنها به قتل رسانیده بودند قسم اکثر زیادی آنها آدمانی بیگناه بودند.
من میخواستم که مشخصا درباره شخصیت ها یعنی کیها به نمی تعقیبات سیاسی سالهای 30 دچار شدن و میگفتید که اولین شده یکی از اولین ها شده از بین تاجیکان کی کدام خادم نماینده دولتی نصرت الله گوش کنید با تعقیب یکی از اولین ها شده اگر مثلا نصرت الله مخصوم میدونید کدام سال مثلا به تعقیبات سوال گوش کنید یعنی یکی از اولین ها شده از خادمان نمایان کی ها مثلا یا کی به همین تعقیبات نصرت الله مخصوم که همون رئیس کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان به حساب میرفت سال 1931 با تعقیبات ترویکا دچار گردید و از وظیفه‌اش آزاد کرده شد و یک چند سال در تعقیبات ترویکا میماند و از سال 1931 تا 33 شیرینشاه شاه تیمور رئیس کمیته مرکزی حزب کمونیستی میشود و از سال 1933 شیرینشاه شاه تیمور نیز در تعقیبات ترویکا میماند و سال 1937 همچون دشمن خلق گفته ارباب نمایان دولتی را به قتل میرساند. کی یک از اولین ها شده به قتل رسانده میشه در همین نتیجه تعقیبات یک از اولین ها نسبت عبدالقادر محیدینوف میدانید یگان چیز عبدالقادر محیدینوف یکی از شخصیت های برجسته بود رئیس کمیسیون خلقی عدلیه جمهوری تاجیکستان را به عهده داشت و نخستین شخصی بود که در تقسیمات در بخارا نخستین شخصی بود که همو از نام تاجیکان برآمد میکرد و او هم بر دروغ با گفته همو ترویکا از منصب دولتی آزاد کرده میشد و به قتل رسانیده میشود. از شما سرم خواهش میکنم شما ترویکا گفتید همین ترویکا چی معنی دارد و همون آیه که به تعقیبات سیاسی گرفتار شدن با اونا کدام تمغه سیاسی از سالهای 30 بیشتر میچسبونده کدام چی استاد؟ تمغه سیاسی با دشمن خلق گفته گناهگار میکردن باز چی؟ خیانتکار گفته باز جاسوسان دولت های انگلیا بخصوصا خارجی گفته ترویکا این معنیش سگانه می باشد استاد گفت ترویکا معنیش چیست؟ معنیش سگانه می باشد ترویکا و سگانه؟ بله خب همین یک چیز دیگر درباره خادمان حزبی و دولتی گفتید اساسا مردمی با سواد تعقیب کرده میشد با دهقان عادی هیچ کس کارم نداشت هیچ کس هم نبرده بودن از اهل زیایی ما از اهل ادب که ها رو گناهگار کرده برده بودن میدونید یا نه ادیبانمان ادیبان مثلا میگفتن که اتفاق نویسندگان تاجیکستان در همون سال 38 28 نفر اعضا داشت 14 نفرش برده محکم کرده بودن یعنی 50% شه مؤلف زین الاخبار کیست و این کتاب کی تالیف شده است؟ در عصرهای 14 تالیف شده 13 ابو سعید گردزی اثر ابو سعید گردزی می باشد مؤلف رو گفته درست اثر گردزی اما دوره زندگی مؤلف با کدام اثرها موافق میکنم در دوره حکمرانی تیموریان باشد در دوره حکمرانی اما اثرهاش و اثرش گوید میشود اثرهای 14 15 باشد اینش قابل قبول نیست قسم دومی جوابتان گردزی بر وقتتر بود اثرهای 14 و 15 نبود در دوره حکمرانی مغول ها رو دوره ضبطکاری مغول ها رو با ما نشان میدهد خصوصا هجوم چنگیز خان نام قسم اول نام همون وی است سلطان است و نام زین سلطان کدام خاندان است زین نیست بابا جان غفورов کی در کجا تولد شده است و ایام بچگی خود را چگونه گذرانده است بابا جان غفورov 31 دکبر سال 1908
дар деҳаи исфисори уезди хуҷанди вилояти самарқанд ба дунё омад. Вилояти самарқанди ҳукумати подшоҳӣ ба дунё омад. ҳоло вилояти суғд мебошад. ба номи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гузошта шудааст. айёми бачагии ӯ хеле душвор мегузараст. Падараш Ғафур Сангинов буд, модараш Розия Бойматова ки бо тахаллуси Розияи Озод духтари Усто Боймат буд, шеър мегуфт ва ӯ таълимоти ибтидоии худро аз модараш мегирад ва аз сабаби ҳамон бад будани вазъияти зиндагиашон, хусусан падараш дар назди бойҳои деҳа муздурӣ карда ба якчанд муддат дар истгоҳи роҳи оҳан кор мекунад ва аз сабаби бад будани зиндагиашон аз 8 солагиаш ва дар назди яке аз бойҳои деҳа ба мардикорӣ меравад ва дар синни ба камол расидан дар мактаби дузинагии шаҳри Хуҷанд таҳсили худро идома медиҳад ва ӯ пеш аз таҳсили худро идома додан нахуст аз модараш таълимоти ибтидоиро гирифта буд ки ҳамун дар ташаккул рушди инкишофи вай хеле ҳамун саҳми арзандаро мегузошта ва ӯ ҳамун ҳангоми дар мактаб ҳамун фаъолона иштирок кардан ташкилот аз соли 1922 ҳамун ташкилоти комсомолие ки ҳамун ташкилоти комсомолие ки дар мактаб вуҷуд дошт, онро ба ҳайси коргари ҳамун ташкилоти комсомолӣ қабулаш менамоянд ва баъд аз ин фаъолияти меҳнатии Бобоҷон Ғафуров шурӯъ мешавад ва ӯ соли 1925 дар корхонаи Қаннодӣ ба кор медарорад ва соли ташаккур. ибтидо хуб рафт, лекин охираш камтар саросима шудед. соли 1922 ҳоли вай дар мактаби деҳоти Хистияварш дар парваришгоҳ интернат таҳсил мекард соли 22-24. баъдан мактаби дузинагӣ баъд аз ин вақте ки баъди таҳсили мода ин аввал Хистияварш Хистакӯз баъдан дар Хуҷанд ин мактабе ки солҳои сол мактаби аввалини шӯравии беҳбудӣ буд. он чи ки шумо 25 камтар хато кардед, соли 27 фаъолияти менишон ба ҳамчун котиби комсомол ба комсомоли Ноҳияи Хуҷанд ин соли 27 буд, на 25. манаш ҳамин чиза аз хотир набаред. ёдгории Афросиёб, дар бораи ҳамин ёдгории Афросиёб гуфта, ин ёдгорӣ асосан номи тарихи қалъаи Самарқанд ба ҳисоб меравад ва дар асри қадим Самарқанд 400 гектар заминро дар бар мегирифт ва пойтахти ҳамун шаҳри пойтахти Хуҷанд ба ҳисоб мерафт. асосан пойтахти Самарқанд пойтахти суғд ба ҳисоб мерафт. пойтахти суғд дар давраи қадим бошад, хусусан давлати алоҳида буд ва дар асрҳои миёна бошад. суғд яке аз вилоятҳои тоҷикнишин ба ҳисоб мерафт ки аҳолии зиёд дошт ва дар рушду нумӯи касбу кор хеле арзан, хусусан дар шоҳрои Абрешим нақши хеле муҳимро мебозид. тоҷирони суғдӣ аз Чин ба Ҳиндустон сафар карда, хусусан аз миёнарави онҳо тоҷирони суғдӣ буд ки ягона рафтуомади шоҳрои Абрешимро таъмин мекарданд. матоъҳои шоҳии суғдӣ ва дигар абрешимҳое ки аз суғд бароварда мешуд дар тамоми дунё паҳн карда мешуд ва шаҳри Самарқанд худаш аз девори муҳофизатии хеле мустаҳкам иборат буд. дар болои девор дидбомгоҳҳо барои муҳофизати қалъа вуҷуд доштанд ва аз чор тарафи шаҳр қалъаро об муҳосира мекард. қалъа хеле устувор ва дастногузар буд ва қалъа ҳангоми ҳуҷуми Искандари Мақдунӣ қалъа як бор хароб мегардад ва аз сари нав бунёд мегардад ва дар давраи ҳуҷуми арабҳо бошад, боз бори дигар қалъа хароб мегардад ва аз сари нав бунёд мегардад. шаҳри Самарқанд дар раванди ҳуҷуми арабҳо бо кадом хусусияташ ба кадом ном машҳур шуд? арабҳо чӣ меномиданд Самарқандро? макони шумо гуфтед ки тиҷорат хеле пеш рафта буд. макони манбаи тиҷорат мегуфтанд Самарқанд. макони шоҳӣ бошад. ё холи умумии шумо 67 аз 10-9. ҳозир мегзарем ба суолҳои шифоӣ. дар бораи ислоҳоти маъмурии Доруши Кабир ки дар шоҳншоҳии ҳахоманишиҳо амалӣ кард, маълумот диҳед. Доруш Кабир яке аз шоҳҳои сулолаи ҳахоманишиён ба ҳисоб меравад ва солҳои 522-488 ҳукмронӣ намудааст.
او همو بعد از تبادلاتی که مباد گاومتا در زمان حکمرانی کامبوجیا سر میزند، او همو مباد گاومتا را سرنگون نموده، همو حاکمیت را به دست خود میگیرد. داریوش کبیر بعد از به سر حاکمیت آمدن اصلاحات میگذراند و اصلاحات راه، علاقه، مأموری و دیگر اصلاحات ها را نیز میگذراند. در همو ساحه راهش باشد، همو راه بین المللی را که درازیش 4200 کیلومتر در اصلاحات مأموریش باشد، همو مملکت را به 20 سطربی یگانه تقسیم میکند و اون 20 سطرب موافق معین نمودن اصلاحات، هر سطرب به خود اندازی معین داشت و سطرب‌ها اندازه‌سپاری دائمی را جاری میکرد و در سطرب‌ها سردار سطرب‌ها خوشطربان را تعیین مینماید. خوشطربان همو سطرب‌ها را اداره نموده، انداز را جمع نموده به همو خزینه حکومت میسپارید. حجم عمومی اندازی که به خزینه حکومت در یک سال وارد میگرد 12480 تلنت بود که از این باشد همو مصر 700 تلنت، بابل 1000 تلنت، مصر 700 تلنت، باختر باشد 360 تلنت، موافق بعضی معلومات ها 350 تلنت و سکایی ها باشد 250 تلنت، پورت خورزم باشد 300 تلنت انداز میسپردن و جمع در باز ولایت های مختار و خورده بودن که به خزینه دولت انداز میسپردن. 25 کیلوگرم طلا و 33 کیلوگرم نقره برابر بود. تشکر. خب به شما سوال همین خیلی است که یک جمعیت بود، جمعیت تربیت اطفال، یعنی این جمعیت که تأسیس یافت تا کدام سال یعنی فعالیتش رو برده است؟ درباره همین جمعیت تربیت اطفال این خود جمعیت جدیدان بود و آنها میخواستند که در امارات بخارا در امارات بخارا میخواستند که اصلاحات معارف جاری کرده شود و برای پنهان نگاه داشتن این مقصدشان 1 دکبر سال 1910 جمعیت تربیت اطفال را تأسیس میکنند و این جمعیت تربیت اطفال جمعیت تربیت اطفال گویا با دانشجویان مقصد خود را در همین پشت تربیت اطفال پنهان نموده، مقصد اساسی خش را عملی میگردانیدند. تا کدام سال فعالیت برده است جمعیت؟ طبق معلومات صدردید عینی امین سازمان دهندگان و اعضایان فعال جمعیت که ها بودند؟ درباره این مخصوصا در کتاب تاریخ انقلاب فکری در بخارای استاد صدردین عینی خیلی معلومات بهترین داده شده است، دقیق و صحیح اگر خاطرتان باشد البته. لیکن آفرین که درست گفتید سال تاسیسش درست سال 1910 ماه دکبر. بله 5 نماینده اساس بودند، 2 نفر از استادان بودند و 3 نفر دیگر از اشتراک کنندگان تربیت اطفال سروراشان بودند. میرزا عبدالواحد منظم سرور اساسی تربیت اطفال بود. خب کفایه، جواب کفایه. و باز امیر نصرالله سال 1837 اصلاحات حربی میگذراند و او همو قسم های اداره حربی را لشکر را نوکران مینامید و لشکران را به همو قسمت ها جدا میکرد، نیزه‌داران، سوارگان و دیگر همو قسمت ها که لشکر در همون لشکر اصلاحات حربی که گذراند لشکر را خوب پر اقتدار و مستحکم میگرداند. تشکر.